به شعبه وزارت کورهای داخله یک در نویه رودکی با عریضه جوان 20 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه فوریه سال 2021 سه نفر شخصان نامعلوم او را مجبوراً به автомашین تمغه خوندای الانترا سوار نموده دستانش را با اسکوچ بسته تا رسیدن به جماعت دهات لاهور نویه رودکی او را لطوکوب کرده جراحات جسمانی رسانیدند. بعدا نام برده را عذاب و عقوبت داده با تلفن موبیلیشان به نوار گرفته او را تهدید نمودند. هنگام گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 25 ساله ساکن جماعت شهرک ترسانزاده امین نویه با گمان صادر نمودن جنایت آدمربایی دستگیر کرده شد. این جنایت مذکور را با همراهی رفیقانش ظفر و ایوب نام شخصان صادر نمودند. چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا برای معاین و دستگیر نمودن ظفر و ایوب ادامه دارد. وزارت کورهای داخله تاجیکستان گفت این حادثه مورد تفتیش قرار دارد. در سالهای جنگ شهروندی و سالهای اول بعد جنگ در تاجیکستان هر سال دهها حالت آدمربایی بخصوص از جانب گروه‌های سلاح به دست به قید گرفته میشد، ولی سالهای آخر چنین جنایت‌ها در کشور تقریبا مشاهده نمیشد.